مرتدین زمان ابوبکر شیعیان علی بودند. اونها که ابوبکر عمر کشتن، هولوکاست عظیمی در تاریخ اسلام به وجود آوردن، اسم بیچاره ها رو گذاشتن رد نبودن، فقط شیعیانی بودن متمایل به علی ابن ابی طالب. اسم بیچاره ها رو گذاشتن رد نبودن، فقط شیعیانی بودن متمایل به علی ابن ابی طالب. تاریخ گواست که عمده‌ترین سران فتنه ارتداد بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدعیان دروغین نبوت و تعدادی از سران قبایلی بودند که فریضه زکات را منکر شده و از دادن آن امتناع ورزیدند. اسود عنسی در یمن، یاران مسیلمه کذاب در سرزمین یمامه و یاران طلیحه اسدی و سجاح بنت حارث مدعیان نبوت در آن زمان از بارزترین این افراد به شمار می روند. طبق بیان و اعتراف این آخوند، مرتدین زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شیعیان اول و پیشتازان تشیع کنونی ولایت فقیه بودند. به راستی کدام یک از اینها شیعه بودند؟ مسیلمه کذاب، اسود عنسی و یا سجاح بنت حارث؟ آری جناب آخوند، باید هم از مسیلمه کذاب و اسود عنسی دفاع کنید، چرا که اگر آنها مدعیان دروغین نبوت بودند، شما از 14 بشر 14 خدا ساخته اید. پس عمل شما شنیدتر از مسیلمه کذاب است و برای روسفیدی خودتان بایستی سنگ آنان را به سینه بزنید. اما ببینیم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه درباره مرتدین آن زمان چه می‌فرماید؟ من چندی از بیعت دست باز داشتم تا آن که دیدم گروهی از مردم از اسلام برمیگردند و میخواهند دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از بن برافکنند. ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری ندهم، در دین رخنه یا ویرانی خواهم دید که برای من مصیبت بارتر از فوت شدن حکومت کردن بر شما بود. در گیر و دار آن حوادث از جای برخاستم تا باطل نیست و نابود شد و دین بر جای خود آرام گرفت و استوار یافت. محمد باقر صدر در کتاب فدک فی التاریخ در مورد مشارکت علی رضی الله عنه در جنگ‌های رده می‌نویسد: علی رضی الله عنه که تربیت یافته دست نبی کریم صلی الله علیه و سلم بود و اسلام را با او یک جا پرورش داد، چنین احساس می‌کرد رابطه او با اسلام و مسلمانان رابطه برادری است و این احساس او را واداشت که همه امکانات دست داشته‌اش را فدای برادرش کند. لذا در جنگ‌هایی که مسلمانان علیه مرتدان اعلام نمودند شرکت ورزید. همچنان علی رضی الله عنه از غنایم این جنگ‌ها کنیزی به نام صهبا را در جنگ عین التمر به دست آورد که از ایشان 2 فرزند علی به نام عمر و رقیه به دنیا آمدند. ناگفته نماند که مادر محمد ابن حنفیه، 3مین پسر علی رضی الله عنه، نیز از کنیزان همین جنگ‌های مرتدین و یا به قول آیت الله زنجانی شیعیان دسته اول بود که به دست مسلمانان اسیر گردید و به نکاح علی رضی الله عنه درآمد. پس آیا علی رضی الله عنه زنان و دختران شیعیان خود را به اسارت و کنیزی می گرفت؟